ما کوشش میکنیم که از این وطن دورتر باشیم. مشقت روسیه را میگیریم، سرزنش روس را به گردن میگیریم، سردی ها را به کله میگیریم، عذاب مشقت سپس پریامای روسیه را به کله میگیریم. همه این مشقت را به کله میگیریم به خاطر چی؟ به خاطر اونه که نمو وطن نریم. 10 سال از زن فرزند جدا، پدر میمره، مادر میمره، فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی زن گیری، فلانی مکتب خلاص کرد، فرزندت گپ میزنه، فرزند صنف 1 میره، بس فرزند صنف 11 را خلاص کرد بچه. همه همین مشکلات مهاجرت ما گفتیم، همه همین رو یک جوانمرد، یک تاجیک، یک آدم مهاجر تحمل میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که یک لقمه نان پیدا کنه. از این معلوم میشود که بدن او در وطن 10 برابر مشکلات داره از یکی در اینجا داره. اینا را همش تحمل میکنه به خاطری که همون یک لقمه نان پیدا کنه. خب برادر عظیم بفرما، راجع به موضوع امروزه در وطن، راجع به وطن صحبت کرده. امروز خیلی اینا وطن از استفاده میبرند. سلامت باشه برادر. راستی منتظر شدم که او بچه خلاص کنه و فردوس بود که بود خلاص کرد رفت. بسیار خوب شد. گفتیم وطن برادر، وطن. ما کسایی هستیم که 10 سال میشود قریب که وطن ندیدیم. این نیست که ما اختیاری وطن ندیدیم. ما نمیخواهیم وطن بینیم. ما وطن دوست نمیداریم. ما همین جمع کردیم، همین وطن فرار کردیم. ما را ای وطن مجبور کردن فرار کنیم. شخصا من و تو امروز دارن این اون پدر و مادری ما را ظلم میکنن و ما را با مجبور میکنن که تو وطن دوستدار نیستی. من وطن دوست میدارم. من با زبان تاجیکی گپ میزنم. من پرچم ملت ما قطیم دارم. من توقی تاجیکی قطیم میگردانم. من نوروز جشن میگیرم. من دسترخوان تاجیکی، من آش تاجیکی میکنم برای اروپایی‌ها نشان میدم که وطن ما اصلی فرهنگ هویت من است. اما ما از نمو مردم و نمو کنه هایی که خونی ملت همه مکان، من از اونا فرار کردگیم. خوینی ملت در ملت ما چی خیانت کردیم؟ من همه چیزا نمیفهمم. وطن جایی است که باید هر انسانی که خارج از وطن میروه برای پزمان او باشه که هر چی زودتر بر وطنش بروه. ما هر چی زودتر از این وطن دورتر باشیم. ما کوشش میکنیم که از این وطن دورتر باشیم. مشقت روسیه را میگیریم، سرزنش روس را به گردن میگیریم، سردی ها را به کله میگیریم، عذاب مشقت سپس پریامای روسیه را به کله میگیریم. همه این مشقت را به کله میگیریم به خاطر چی؟ به خاطر اونه که نمو وطن نریم. 10 سال از زن فرزند جدا، پدر میمره، مادر میمره، فلانی مرد، فلانی مرد، فلانی زن گیری، فلانی مکتب خلاص کرد، فرزندت گپ میزنه، فرزند صنف 1 میره، بس فرزند صنف 11 را خلاص کرد بچه. همه این مشقت به خاطر چیست؟ به خاطر اونه که نمو وطن نریم. به خدا قسم ما وطن فرار میکنیم. ما را مجبور میکنن که وطن فرار کنیم. اکا از این برادر جان 100% میگویی این چونین ما هم خیلی نیکی. ای حاضر ما همینجا بگم ای مرد بچه ای مردم مقصد دیگر و دیگر اگر یا تهدید کنم ای مرد شما کوکو دا اوجا ای تهدید یا میانو تو نبنده نیچ گب نداره ای حق تو کنی. آقای عبدالرحمن یک لحظه می واتساپ دا یک رقم تاجیکستان تماس گرفتگی بعد من دوباره تماس گرفتم. میگه با شما بفرمایید برادر. علیکم السلام. آوازش نیست اکا. آوازش نیست در شما؟ نه. یک لحظه. یک لحظه صبر کنید ناظر من. خب کو گپ زنین آوازتون است؟ صدای من میاد؟ الو میشنوید؟ صدای من میاد؟ شما میاد حسین؟ از تلفن نه نمیاد. خب خواهی شما صحبت کردم میگیرم من برای حل میکنم. بفرمایید برادر عظیم شما صحبت دوام بدید. برادر گفتن که وطن این همی صبح همین روز فرزندی اما که من در خدمت نظامی سربازی بوده است، سرباز بوده است. امروز زنگ زده است برادرش که در وقت خوابش یک کاپیتانی
همون قسم حربی در سر شتا زده است، در کمیساریات حربی خواب است. در کجا میگوی در کجا میگوی مردم هر وقتی که با مشکلی میزنن با وطن مراجعت میکنن، با حکومت مراجعت میکنن. وقتی حکومت میزنه کجا میرای؟ واقعا هم اکا ماده 189 ماده 307 اینه من خود مولانا تعریف اکا 703 بزنن بیزور کردن بانومی الله خوب زدی همین 307 آخه واج بگم امو اکا از این امو ستاتیا زاگیورا خچون یک گفتی چی خوینه خچون یک همین زیدی پیشروی ملت بدن خچون یک به ادب بسیاریش سودی میسته یکا تا کاپیتان بود سودش که بدن 5-6 سال ترماشش روز فرمانده پالکونیکای هیچ تو من استاتیا میزنی نه تو من حق دفاع میکنم من حق قانونیم دفاع میکنم. خب اینجا برادرای دیگر نو در استودیو هستن. شما تا آمدن یگان آدم نماینده از حکومت منتظر باشین که من میخوام که وقتی که اومدن شما را فایده کنیم شما صحبت کنید. قبولگاه داریم برادر زنده باشید. قبولگاه داریم. آقای نورانی شما را میبینم. ما با شما میفخریم ان شاء الله. ما هم انشالله با همه مردای ملت میفخریم نه که ای برادرو در نومتون صدقه اقلا 50,000 میون تبند یک بریم ای حق خدمت ما هیچ که قضیه جنگ نمیخوایم. امیر تنبتن روبرو بستیم صحبت کنیم امروز کل ملت قطعی ملت یک دقیقه گپ زنم برادر یک دقیقه سر خیلی خوب برادر عبدالرحمن فعلا خدا نگهدارت. سلامت باشی اکا جون همین جو ده قبول سلامت باشی. خب برادر عظیم بفرما. ماده اول سرقانون جمهوری تاجیکستان سرقانون یک قانونگذاری است که از اون نه پرزیدنت بالاتر میتونه بدن نه وزیر بالاتر بدن میتونه. در تمام دولت در تمام ساختار دموکراسی سرقانون کنترل کننده تمام دولت است، از انسان ها سر کرده تا وزارت ها تا خوردن تا پوشیدن تا همه چیز. در ماده اول سرقانون آمده است که تاجیکستان همچون یک دولت دموکراسی سه چیز برای مردم مهیا میکنه. اول آزادی بیان، انسان ها ناوابسته از آنی که در کدام حزب، حرکت، فکر، دین، رنگ، پوست، ملت، نژاد حق دارن که فکری خودشان بیان کنند. بله. یکم مسئله دموکراسی. دیگه مسئله آزادی تجارت. در یک دولتی که 9 میلیون اهالی دارد 10 تاجر موفق بگین، 5 تاجر موفق بگین، 4 تاجر موفق بگین نیست. سه مسئله آزادی دین. انسان ها ناوابسته از کدام دین، رویه و مذهبشان آزادن که در داخل دین رویه و مذهب خودشان این چیزا دموکراتیت برای مردم کفالت میتیه. برای چی مردم رو به دموکراسی میارن؟ برای چی مردم میخوان که دموکراتی باشه؟ هر سه چیز اگر نباشه دولت دموکراتی شدن نمیتونه. اگر آزادی بیان باشه پس من از حکومت راضی نیستم. این معنای او را نداره که من خواهین ملتم. این معنای او را داره که من یک انسانی دموکراسی طلبم، یک انسانی که آزادی میخواهم و قانون سرقانون کشور چیزا برای من کفالت داده است. هر کسی که میخواد در وطنش آباد شود، هر کسی که از هر چیزی که نارضا است، این نیست که شما بخیز زیدی پرزیدنت گپ زنید، این نیست که شما حتما بخیز زیدی نمیدونم کدام وزیر گپ زنید. از هر چیزی که رضا نیستی، از هر چیزی که برای فکر اصلا در فکری تو ناموافق است، آزاد میتونی که بخیزی فکر تا بگویی. ای مردم بخیزین ویدیو کنین، جنگ نکنین، یگان جا نره، یگان کس دعوت به یگان چیز نکنین. بخیزین ویدیو کنین بگه ما از فلان چیز راضی نیستم. مسائل دینی، مسائل آزادی بیانات، مسائل تجارت، مسائل حقوقی، هر مسائلی که داری و این چیز در دایره قانون است. همون قانونی که متاسفانه در تاجیکستان نیست. خب این یک برادر خورشید یعقوبوف به مقدار $50 کانادایی در سوپر چت ما گذرانده است و یک پیغام گذاشته است. به همه برادرهای مبارز تشکر و سربلند باشید. به خصوص برادر منصور، عبدالرحمن، عظیم و عبدالله و غیره. بارک الله. خلاصه این پیغام از یک برادر از امریکا، از کانادا. تشکر زیاد برادر و ما با شما انشالله که میفکریم و تشکر به این کمک هایی که در این راه شما صرف میکنین. خب آقای عظیم
ما برادر عبدالله قبول میکنیم و امروز الحمدلله که شما دست بالا هستین که امروز هیچ چاپلوسی هم اصلا در مقابل شما جوان مردا ایستادگی کردن نمیتونه و همیشه داخل میشوند. خلاصه گپای پوچ اینجا هستن بعضی همون کسایی که سابق بودن اما اونم یک تاشون هم سابق شد. خب انشالله که در برنامه آینده باز تماس بگیرین در موضوعات مختلف. حتما ما طلب داریم که همون مسئولین، اون کسایی که مسئولیت به دوش خودشون گرفتن، اونها ببراین جواب بگن. فیراری میبرایه و خلاصه اونم چند تایی که چهره هاشون معلوم ای چهره های اونا در خسته شدگی. از همین خاطر شما را فعلا خداحافظی میکنیم با شما که در برنامه های آینده باز هم صحبت میشیم. سلامت. خدا نگهدار.